یک نوع شهید برادران و خواهران عزیز انمین است که وقتی انسان از همین بیماری میگذرد او درجه شهید میبرد. دو، والمبتون، کسانی که برادران عزیز با گوییم که شکم درد ای دنیا میگذرند، یعنی کسانی که بیماری شکم درد میشوند و با همین بیماری از دنیا میگذرند، اینها هم درجه شهادت میبرند. سلام دوستان، من به شما حجامه بے پول رو برای مردها و زنها در شهر مسکو پیشنهاد می‌نمایم و همچنین داروهای گیاهی برای معده، دل، بینایی چشم و پروستات، دراز نمودن مهلت همخوابگی، سفید شوی پوست و همچنین برای معده، دل پیشنهاد میکنم. برادرای عزیزی که قرآن خوندن میتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. این یکم آیت با درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیت که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، میایم به سری یک چند سوالی که از بس که وقتا گفتم که زیغ‌تر است، تنگتر است، من برای شما بعضی جوابها را یا سوالها را جوابهاش میگردانم. اینجا یک سوال برای من آمده است که بابای حاجی، آیا در اسلام یا در شریعت شهیدها چند قسم می شود؟ من برای شما از حدیث امام بخاری می خوانم که شهید چند قسم می شود. با بیان شهدا هست. در بیان شهدا میگذرد ان ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بینما رجل یمشی بالطریق وجد غصن شوک على الطریق فاخره فشکر الله له فغفر له. میگه حضرت ابو هریره میگه زمان یک مرد میگه از راه میگذشت و یک خاری را که به سر راه افتاده بود میگه دور انداخت و خداوند باز شکرگزاری کرد. میگه الله مهربان در مقابل این کار خیرش، این الله مهربان در حال میگه گناهاش بخشید. ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبتون والغریق و صاحب الهدم و شهید فی سبیل الله. برادر عزیز، بعد از آن میگه پیامبرمون چی گفت؟ گفت که شهدا، شهیدها 5 قسم میشن. یکم المطعون. یکم مطعونش برادر عزیز چگونه گفتیم که مطعون همین وبا را میگن، یعنی خوش به حال آن بندگانی که در این بیماری برادر عزیز این دنیا را پدرود گفتن. چگونه که حدیثی که بسیار مشهور و معروفی که از زبان بسیاری از داملاها شنیدیم، الطاعون شهادت لکل مسلم، وبا هر کسی را که از بین برد او به درجه شهادت دنیا را پدرود میگه. یک نوع شهید برادران و خواهران عزیز انمین است که وقتی انسان از همین بیماری میگذرد او درجه شهید میبرد. دو، والمبتون، کسانی که برادران عزیز با گوییم که شکم درد ای دنیا میگذرند، یعنی کسانی که بیماری شکم درد میشوند و با همین بیماری از دنیا میگذرند، اینها هم درجه شهادت میبرند. سه، والغریق، کسانی که در آب غرق میشوند، این غرق شده های در آبم این 3 نفری هست که درجه شهادت دارد. و صاحب الهدم، یا کسی که زیر یک امارت است،
زیر یک دیوار است، زیر هر چیزی که میماند، یعنی در زیر همون هر چیزی که نباشد وقتی باقی میماند و در همونجا جان به حق تسلیم میکند، او هم درجه شهادت میبرد. 5 و شهید فی سبیل الله، پنجم شهیدی که اونها در راه خدا کشته میشود. این 5 نوعی هست که برادران و خواهران عزیز که گوییم شهیدها با 5 قسم تقسیم میشوند. برای شما گفته گذاشتم. برادران که لاغرن میخوان بوز بالا باشن، مرحمت به شما سمین وان توصیه میکنیم که پریزوستای ایندونزیا. مرحمت برادران، شرکت شفافرما فقط اریجینال پریزوستای ایندونزیا را به شما توصیه میکنه که میتواند که از 8 تا 12 کیلوگرم وزن گیرید. برادران که میخوان بوز بالا باشن و وزن نرمال داشته باشن، در کامنتار در اونجا پلوس روی کنید. ما معلومات ما نصیحت به جای خیش کردیم، روزگار بدین به سر بردیم. چون نآید به گوش رغبت کس، بر رسولان پیام باشد و بس. السلام علیکم برادران و پدران و مادران گرامی. از الله مهربان دعاگو هستم که در کجایی که باشین خداوند شما را صحت و سلامت نگه دارد. میخواستم یک سوالی که پیوسته از من سوال می شود، چی از داخلمون، یعنی چی از درون تاجیکستانمون و چی از بیرون از مهاجرای کاری که در روسیه داریم. برادرها و خواهرایی که از ویتیلیگو یعنی از سفید شوی پوست اذیت میکشید، بهترین راه حل را شرکت شفافرما به شما پیشنهاد میکند. مرحمت به شما ماز پیگمنتو و تابلت پیگمنتو را توصیه میدهد شرکت شفافرما که در مدت کوتاه‌ترین شما میتوانید پیگمنت خود را یعنی سفید شوی پوست خود را برطرف کنید. برادرها و خواهرایی که در همین مشکلی دچارند میتوانند مراجعه کنند و کسل خود را تبابت کنند. برادرها این میدونید چیه؟ یا پوچکی ای فیرم عربیس میاد میگن. این میتونه سنگ نمک گرده های شما را بریزونه و همچنین وسپلینش بگیره. برادرها که پریست میخوان گرداشو میتواند که تبابتش کنه. سلام علیکم برادرای اهل اسلام، از شرکت اکای محمد حاجی محمد بودما را گرفتیم برای سر بردیم اکاو. اینا مازدا، اینا ماشینا اکا، همه ماشینا بردیم و واردیم شونا اکا. این روز 15/09/2024 این اکا را همه شب بردیم و واردیم. اکا چی رفته اومده؟ الحمدلله ساعت فوری رفت اومده. خاطر روا ساعت فوری است. یکم ماده خاطر نشه مال کنید. یکم کم شده داره. یکم خاطر ساعت فوری ناز رفت ناز اومده ما. یکم خاطر نشه مردم تاجیکستان همه ساعت فوری. بیشتر این سوال از برادرایمون مهاجر می شود. از من سوال کردن که حاجی بابا ما امروز امکانیت داریم که بچه‌هامون فرزندامون چچنستان یا داغستان یا مصر یا ترکیه یا دولت‌های عرب برای تحصیل علم اسلامی روان کنیم. همین امکانیت ما پیدا کردگیم. مقصد شما در همین مسئله چی مصلحت من میتین؟ یعنی مقصد اونا که کدام دولت بروند، کدام مقصد از همین بین همین دولت ها کدام شا انتخاب کنیم که مقصد بهتر و خوبتر است. بسیار تشکر زیاد میگم من بر همون پدرها و مادرهایی که وقتی که شما غم فرزنداتون میخرین، وقتی که اندیشه فرزنداتون میخرین، وقتی که شما در ما اعتقاد میکنین، از ما سوال میکنین، من منتداری خدمت بگیم بر همین پدر و بر همین مادرها البته به البته رسانیدنیم. خدا برکتتون تید. ولی در جواب این سوال شما من این را گفتنیم که شما فرزنداتون بر این دولت هایی که نام گرفتین روان نکنین. فرزنداتون با این ملک هایی که نام گرفتین روان نکنین. من برای شما یک مثال میارم. یک نفر پیش شما میاد میگه که مرا $1000 یا $5000 مرا قرض بده.
شما برادرای عزیز درو همو پول برآورده همو مردک قرضگیر میتین یا اینکه نگاه میکنین که آیا همین مردک سزاوار هست که من میره پول بتم یا همین مردک لایق بر همین پول هست یا نه یا همین مردک ارزنده قرض گرفتن و یا ارزنده همین دارد که پگاه همین پولی مرا میگرداند یا نمیگرداند. آیا شما می اندیشه را نمیکنین؟ حتما میکنین. حتما هر کسی پیش شما آمد شما درو مقصد پول برآورده نمیتین. قرآن هم همیره میگه ولا تو سفها اموالکم. خداوند میگه هر یک آدمی که لایق نیست ارزنده نیست شما او را مقصد مال نتین. زیرا که آدمی که ارزنده نباشد لایق نباشد خب یعنی آینده کار خوبی نداره. آینده کار البته به جنگ به جدال و به کشتن و به حقارت و به هر چی برده میرسانه. پس برادرای عزیز و گرامی شما این فرزندایی را که بین فرزند مهمتره یا که همون مال شما چرا در پول اهمیت میتین که آیا همین کس من بتم یا نتم؟ چرا در فرزنداتون همین اندیشه را نمیکنین که آیا همون آدما ارزنده هستن یا نیستن؟ آیا من فرزند حاضر سالم و سلامت میبرم؟ من از همین آدم صحت و سلامت با همین مقصد تربیه که من کرده بودم با همین اخلاقی که من داده بودم بین آیا همچنان با از من همین فرزند گرفته میتونم یا نمیتونم؟ چرا ایرا مقصد شما اندیشه نمیکنید؟ برای شما پول مهمتره یا که فرزند؟ از این لحاظ شما این ملکای را که نام میگیرین یکم که شما استادهای فرزنداتون نمیشناسین که اینا مقصد در کدام روحیه خودشون کلان شدگیان و در کدام مقصد در کدام مذهب و در کدام رویه همین استادا خودشون قرار دارن. شما این رالی نمیدانید. حتی مردم ما بیچاره اینقدر احتیاطکاریم که حتی با نمیپرسیمشون که شما مقصد راه و رویشی که خدا را عبادت میکنین ای چی عبارت های؟ حتی تا اینجا شما برادران نمیپرسیم. ما فقط در فکر یک چیزیم بچه ما حافظ کل قرآن میشوه یا عالم دین میشوه آینده میام مقصد در دین و در جامعه خدمت میکنه. فقط اندیشه ما در همینه. ای کاش همین اندیشه های ما مقصد موافق باشد به همون جایهایی که شما میبرین. لیکن موافق نیست برادرای عزیز و گرامی. باور کنیم برادرها همچو برادر شما همچو خیرخواه شما من این صحبت برای شما کردیستم. گفتی شیخ سعدی آن کس که نصیحت زی عزیزان نکند گوش بسیار بخواید سر انگشتی ندامد. نصیحتی من اگر گوش کردی انشاءالله آینده رحمت میگویی. اگر گوش نکردی و با اندیشه و فکر عقلی خودت کار کردی پگاه اگر یگان زیان ضرر ای فرزند دیدی دیگر برادر عزیز گیله نکن که میگن خود کرده را دوا نیست. از همین لحاظ یکمش که شما نمیدانین اونها کیان. دویمش که شما میدانید که مذهبای اونها مذهبای امام شافعی مذهب امام احمد حنبل مذهبی بگیم که انا بعضیش مذهب ندارن طرفای با این مملکت‌های عربش در غیر عربم مثال به مذهب ها هستند که مدرسه ها کشودگیان خب انا خیلی تحفیظ قرآن کشودگیان ولی بعد 5 سال برادر عزیز تو وقتی میره فرزند عالم دین میگیری و عالم مثال حفظ قرآن میگیری در برابرش بفهم که عقیده زید مذهب ابو حنیفه هم همراهش گرفته میاری. وقتی در خانه میای طریق نماز خواندن او را میبینی بین با طریق مذهب خودمان موافق نیست
تا алакай нороҳат мешай. ту вақти фарзандта мегӯй ки бачам и чӣ хел намоз хонданай, ва алакай мегӯяд ки падар мақсад дар ин масъало ту илм надорӣ, ту дар ин масъало бесаводӣ, ин масъаларо ман худам медонам ки чӣ хелай. аз алакай ӯ муносибат чӣ қадри худат хуб нест. оё ӯ метавонад ки дар дин хизмат кунад, ӯ метавонад ки дар ҷомеа хизмат кунад? ҳаргиз наметавонад. барои ҳамин ҳамчун бародарвор мегӯмтон ки ҳеҷ вақт дар ягон ҷо равон накунем ки имрӯза таълимое ки бародарои азиз, таълимое ки имрӯз ҳаст, аксари ино ҳадафноканд, ҳама ино мақсадноканд. пайғамбар мегӯ куллу мавлудин юладу ало фитра фаабавоҳу юҳаввидон ав юнассирон ав юмаҷҷисон. бин ҳар як фарзанд мисли нами як варақи тоза аст. бина тоза анами хел ба дунё меояд. мега падар ва модар аст ки ӯра ё яҳудӣ мекунад, ё насронӣ мекунад, ё маҷусӣ мекунад, ё террористш мекунад, бубин, ё ин ки салафиш мекунад, ё хавориҷш мекунад, ё пайрави мазҳаби абу ҳанифаш мекунад. ҳар чӣ мекунад падар ва модар мекунад. барои ҳамин дар ҳаққи фарзандотон, падарои азиз, модарои азиз, ҷабр накунед. шумо худоро шукр бигӯед ки мисли мо вори одамо барои шумо бо маслиҳат додестем. ин гапҳои ман муқобили он нест ки ман дар таълими динӣ ё дар таълими фарзандон муқобил бошам. мара бачаи худам 20 сол пеш ҳифзи қуръон кард. ин ҳофизи қуръон ай. бачаи мо таълими динӣ гирифтагиай. лекин 20 сол пеш, бародарои азиз, як оромӣ буд, як амн буд. ин ҳадафҳои имрӯза бародарои аз 20 сол пеш набуд. барои ҳамин имрӯз ки ман ин хатари ҷиддиро эҳсос кардестам ки аз фарзандони мо шумо ҳарчи инҳо тайёр мекунанд, ман ба ҳамин хотир шуморо мегӯм, ҳеҷ ҷои фарзандотонро равон накунед. ҳеҷ ҷо равон накунед фарзандотонро. ҳамин як мисоли илмитон биёрам. ҳаҷ яке аз рукнҳои 5 бинои мусулмониай. як рукнаш ҳаҷай. яъне касе имконият дорад, ранги нами додарои мо мега имконият дорем ки бачаҳомона мақсад ҳар ҷо равон кунем. як рукни ҳамин ислом ҳамие ки имконият пайдо шид бира ҳаҷ кун. лекин бин дар шариат чӣ мега? як шарти дуруст шидани ҳаҷ маъа амни тариқ. бин маъа амни тариқ, яъне агар барои ман имконияти ҳаҷ пайдо шудааст, гарантия бошад ки ман Макка мерам, бо сиҳату саломат гашта миём, яъне дар оромии ман, дар ҷони ман, дар ҳифзи ҷони ман агар гарантия бошад, ҳамин ҷа ҳаҷ дар гардани ман фарз аст. агар ба шарте ки гарантияи оромӣ набошад, яъне дар ҷони ман хатар бошад. хатар аз мисол мегӯяд агар бирай имкон дорад ки ту мисол саломат намеёй, ё дар роҳ мақсад ғоратгаро ҳастанд, ё дар роҳ мақсад дар як мулк ҷанг рафтесай, мумкин дар он ҷо кушта шай. дар ҳамин ҷо шариат мегӯяд ки дар гардани ту ҳаҷ фарз нест, то замоне ки яъне ҳифзи ҳаёти ту, ҳифзи ҷони ту гарантия дода нашавад. шумо бародаро гарантия дода метавонед ки 5 сол пас бачаи ту аз ҳамун ҷо берун шававу мақсад ҷони мо мардум дар ҳифз бошад. ман барои чӣ гапа мегӯм ки имрӯз инами гурӯҳҳое ки баромадааст, мисли абу муҳаммади маданию, мисли абу марьяму, абу умару, абу суҳайлу, бубинед, мисли инаи мардаки абдузоҳири доиву, мисли абу убайдуллои мутаваккилу, пур ҳамин абу ҳамин интернет пур шидагиай. шумо гарантия дода метавонед ки бачаҳои шумо ҷои ҳаминҳоро паго иваз намекунанд? аз куҷо гарантия дода метавонед? 5 сол пас дигар инаи бадбахтон мода дигар дар кор нестанд.
که تمام مردم کافر و مشرک و مرتد و منافق میخوانند، ببین از آن جمله پدرای خودشونه، از آن جمله استادای خودشونه یا کافر و مرتد میگن. حالا که کافر هم خودشونن، مرتد هم خودشونن، منافق هم خودشونن، زر خرید هم خودشونن، اینا نه ننگ دارن نه ناموس دارن. ولی پگا بچه محترم برادرها انمی جای امیارا میگیرد، با یک نفر دیگر رنگی موارد پیدا میشوه و نام بچه تر وقتی میگیره و بر او لعنت میگه، ایجاد تا دیگر برادر عزیز افسوس میکنی که ای دستی ما و ای اولادی ما و ای نزدیکای ما این خیل فرزند بیرون شده، دیگر خطا خجالت حس میکنی. برای امروز من برادر عزیز چگونه ای که وقتی امن نباشه، وقتی حفظی بین حیات من گارانت کش نباشد، فرض الهی گردنم ساقط می شود، امروزم بچه‌هاتون هم پیشخطا نگه بدارین. بچه‌هاتون هم برادر عزیز کسب آموزانین. بچه‌هاتون هم بگذار بخوانن. بچه‌هاتون بگذار زباندان شوند. بگذار بچه‌هاتون اختراعکار شوند. بگذار بچه‌هاتون بیاد در اینجا پهلوی مردم در بیستن و برای مردم شرایط، برای مردم امکانیت مقصد ایجاد کنن. امروز جامعه ما برادر با نفرهای نیاز دارد که مردم شکمش سیر کنن، مردم تنش بپوشانن، مردم نصیحت کنن که ای فسق و فساد و فحشا نگهشون بدارن، مردم از جدا شوی نه طلاق دیگر نگه بدارن. امروز نیاز جامعه ما به همینه. برای همین من برادروار به همه شما پدرها و مادرها میرسونم که احتیاط کنین، فرزندا را به یگان بیرون برادرای عزیز برای آنه که اینها مقصد حافظای قرآن و عالمای دین میشوند روان نکنین. برادرای عزیز من میدونم شما خدا دوست دارین، من میدونم شما پیغمبر دوست دارین، من میدونم شما اسلام دوست دارین، لیکن شما یک جایی بگیم سستی دارین، یک جای مینوسه دارین، ساده این. ببین شما بازیچه دست انامین نفرهای میشین که هدفهای خودشانه با واسطه فرزندای شما عملی میکنن. آخه قرآن در دهها جا میگه افلا یعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون. خدا میگه برای چی عقلتون دادم؟ با عقلهاتون اندیشه کنین. ببین با عقلهاتون مقصد آینده ها را بسازین. و چرا ما سادگی کنیم؟ چرا اونها زیرک باشن و ما زیرک نباشیم؟ چرا اونها مقصد ما را فقط و فقط استفاده برن؟ شما هم برادر عزیز بیدار شید. و من همی گپارد از روی دین برای شما گفتستم. همی هم دین های برادر عزیز، همی هم تعلیمات دین های. من برای شما یک مثال دیگه میارم. زمانایی که من خودم در اسلام آباد میخواندم، در پاکستان میخواندم، بعدا یک نفری گفت که میخوای یک بچه را ببینی، همین امام بخاری را کتابش که زیاده از 7000 حدیث های، همین را قطعی راویاش بین قطعی راویاش اذیت میدونن. تاجیک های گفت. من حیران شدم، من گفتم بسیار خوب میشه. من که حافظای قرآن دیده بودم، لیکن حافظی بگیم 7000 حدیث امام بخاری رو ندیده بودم. وقتی رفتم دیدم یه بچه 12 ساله، بچه که سفید خوشروی، پرسیدمش که دادر عزیز تو امام بخاری رو همش اذیت کردی؟ گفت اذیت کرد. در چند سال؟ گفت در 5 سال. در 5 سال اذیت کردم. بعد پرسیدمش چند ساله؟ گفت 12 ساله. گفتم پدر و مادر قطعیته؟ گفت نه پدر و مادر قطعی نیست. گفتم ای کجایی تو؟ گفت من قمسنگیرم. من گفتم پدر و مادر قطعی تری یگان تماس تلفنی های، یگان رابطه های وقتا خیلی مشکل بود این تلفن ها و این چیزا را برقرار کردنش بسیار وزمین بود، نه بداخل اینا. گفت نه، گفت پدر و مادر ما گفت 7 سال شید ندیدم. من گفتم بعد یاد چون نمیکنی؟ گفت من پدر و مادرم گفت دیگر خدا هست، پیغمبر هست، اسلام های، اینای امام بخاری های، اینا های پدر و مادری ما گفت. بعدا من گفتم آخی در همی کتاب امام بخاری
درباره پدر و مادر اینقدر پیامبرمون تاکید کرده است. این حدیثا را نمیدونی که همه آدمی که مقصد اینا را آوردگی و در همین اسلام آباد تعلیم دادگی دستش گرفت بردش که مقصد یکی او تعلیماتی که من اینها را کردگی بودم یکی مردک این مردک مقصد همون مهنت های مرا زحمت های مرا بیکار نکنه. یعنی همین خیلی تیارشان کردگی بودن برادرها که رنگ چخیلی که پول در دست یا همین یک تلویزیون مثال در اختیار تایی که با پول کار میکنه همین را با پول کردگی بودن. همون زنبی روان میگن همون زام بشیدگی بودن یا همین را کی برده بود؟ ولی سادگی ما را بین همون دورای 94-95 که در اون منطقه بگیم که دورای همون محمد شریف همتزاده و اونا سید قیامالدین غازی و دغدغه و دبدبه همیا بود در اونجا. مردم خودش میگو مردم ها خودشون میگفتن که آمده در اینجا 4 زن 5 زن گرفته مقصد دغدغه و دبدبه میکردن و همین ها مقصد خانه به خانه گشتگی فرزند یک بچه تا در راه دین بته یک بچه تا در راه دین بته اینا گرفتن بچه ها را 5 ساله و 6 ساله آوردن در همین مدرسه ها سپاریدن در پشاور در لاهور و در همجا سپاریدن. ببین از اینها امروز این مقصد همسایه ما که می جنگن این تیار کردن برادر عزیز. نخواد در اسلام در کجا آمده است در کدام گوشه اسلام که انسان خودش بترکانه. خداوند در قرآن ولا تقتلوا انفسکم بایدیکم ان الله کان بکم رحیما. ما به شما مهربانم شما با دستای خودتون نابود نکنین. آیت های قرآن ای لیکن همیو را همین خیلی معنا کردگیان همین خیلی تفسیر کردگیان که با موافق هدف های خودشان که همین مردک میروه خودشا میکفانه گویا جنت میروه. چرا بچه های همین مردک هایی که همیو را بردن چرا همیو بچه هاشون را ندادن؟ چرا بچه های یاد مقصد جنت در کار نبود؟ که ما با همون زمان شنیدگیم یک بچه را که می بردن در مدرسه می دادن $50,000 بود. میگن تصور کنید که اگر با پولی بچه های ما دغدغه و دبدبه کردن بچه های ما را با اندیشه خودشون جنت روی کنن خودشون کیف کرده گشتن. از همین لحاظ برادرای عزیز و گرامی ما و شما به این سادگی را یک طرف مونیم. دیگر دوره سادگی نیست. زمان دیدیستین که تمام دنیا در شوره تمام دنیا در یک حالت ناآرامی برادرای عزیز و گرامی. برای همین فکری فرزنداتون نکنین فکری بچه‌هاتون نکنین. بگذار چنان فرزند به وایه برسان. ببین چنان فرزند را به دنیا بیار که چنان مقصد نفر در جامعه تقدیم که همه بگه رحمت بر پدرت رحمت به زایندت مقصد همچنان رحمت بگن. نه که مثل امروزها برادرای عزیز ببینید از عقیده های اینها که حتی در همین داعشی که مثال تشکیل کردن دولت سوریه را که رفتن به خاک خون آغشته کردن همین ها را ببین چخیل همین ها را تانستن. انمی فکرها انمی تعلیم ها انمی بچه های ما اترا برادر عزیز به هم میدان ها بود که نمی 2 سال اخیر خدا برکت این رهبر دولت ها تا 300 نفر زنک کودکا شونه که بیچاره دیگر در همونجا چقدر عذاب اون لگیرا دا چقدر اذیت یا الله دانایی که چندین بار بیچاره شوهر کردن چندین تا دیگرش خدا دانای دست درازی کردن. آخه آدم دردش نمیکنه. این از یا مقصد چی گذاشتن؟ امروز مثال این مردم این رهبر و این مثال حکومت غمخواری یا را ببینه نه کاری اونها را ببینه. برای همین بازم بار دیگر تاکیدتان میکنم برادرای عزیز که زمانی فرزندها را در دستی کسی نباشد دادن در کار نیست. پیش خدا نگهشان بدارید زیرا بسیاری کار امروز برادرای عزیز هدفناک شدگیه. بسیاری کار هدفناکه همه مقصدناکه. بیایم به دست خودمان برادرای عزیز
روی خودمان سیاه نکنیم. بیا از ما و شما مقصد نماند فرزندایی که همیشه نام ما را به بدی برند. نه تنها دنیامون، حتی آخرتمون هم ای دست این فرزندا باور کنیم برادرها آسوده نیست. انشاءالله گمان میکنم که جوابی مرا در سوالهاتون مقصد گرفتین. از خداوند امید است که انشاءالله مرا درست فهمیدین. مقصد من هم همینه که برادرای عزیز و گرامی خدا برکت هم پدر و مادرایی که از ما هم خیلی سوالهای مهم میپرسین و الله برکت هم تا که وقتی گوش میکنین همین چیزا اهمیت جدی میتین. خداوند بازم تن صحتتون بده و ایمان کامل نصیبتون کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.